تمام روزگاری تو سکوت گریه بود و لالی فیغان، ولی فرشته سخن نماند بندگی کنی. برای زندگانی آمدی دریغ دوستم، فلک نخواست اجل نماند زندگی کنی. با فیغان نهان گل رخسار. 24 ایول سال روان خبری درگذشت شاعر خلقی تاجیکستان دارنده جایزه دولتی به نام ابا عبدالله رودکی سید علی معمور دل همگان را ریش کرد. شاعر و انسان از عالم رخت سفر بست که عمر با دست و دل پاک، صداقت و صمیمیت و همت بلند به سخن مناسبت داشت و سرایشگری و ستایشگری فتوت و جوانمردی، پاکیزگی و حلالکاری و خصال حمیده انسانی بود. روانشاد به نسل آن شاعران تعلق داشت که آخری سالهای 60 با نفس تازه و عزم جدی وارد ادبیات شدند و در پیشرفت و نوسازی شعر تاجیکی سهمی شایسته گذاشتند. سید علی معمور فعالیتش را از رادیوی تاجیکستان آغاز کرده مدتی در روزنامه کامسمال تاجیکستان که دیرتر جوانان تاجیکستان نام گرفت نیز کار کرده است. بعداً کارش را در بیوروی ترغیب ادبیات اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادامه داده است. چندین سال معاون سرمحرر هفته‌نامه مدنیت تاجیکستان ادبیات و صنعت و جانشین سرور نشریات ادبی بود. تا سال 2015 به حیث مدیر بخش نظم اتفاق نویسندگان تاجیکستان فعالیت پربار داشت. شعر سرشار از صمیمیت، تازه و روشن و خوشمضمون و بی تکلف سید علی معمور از ابتدا به سخنشناسان و خوانندگان پسند افتاده بود و از گلشکفت بهار تازه در چمنستان سخن مژده‌ها داشت. این ویژگی ها در نخست مجموعه شاعر زورق امید برملا بودند و بعدا در کتاب های دیگری او سوگند، همسالان، راز دریا، محور، طالع، روح بلند، آفتاب دل، ریشه پیوند، چشم ستاره، با خط نیاگان، سالگیری، گرد آفتاب، شاخه شکسته، آواز مرغ شباویز، آتش میراسی، نظرگاه دل، چار ضرب، آفتاب گردان، پاییز سبز، ستاره شکوف، دولت دیدار، باران سبز کمال مطلوب یافتند و سیمای مؤلفشان را چون شاعری چیره‌دست و توانا معرفی کردند. سید علی معمور برای کودکان شعرها گفت و آنها را در مجموعه های سوزنک، نواهای گلدره، کرچ خربزه، انوشت جانی ما، انوشت جانی ما و غیرها فراهم آورد. یک بخش روشنی فعالیت ایجادی مرحوم را ترجمه تشکیل می دهد. او اشعار شاعران زماقولووا، عارفو، آقابایف، برادولین، شپاخینا، اتابویف، لورکا، انینسکی، پالونسکی و دیگران را با چیره‌دستی به زبان تاجیکی ترجمه کرده در شکل کتاب‌های علاهیده به خوانندگان پیشکش کرده است. شعرهای خود شاعر نیز به زبان‌های گوناگون خارجی ترجمه شده ادبیات تاجیک را معرفی کردند. به اشعار زیادی خوب و دلواز شاعر بسته‌کاران و حافظان معروف آهنگ بستند که در گنجینه صنعت تاجیک مقام خاص دارند. زنده یاد سید علی معمور برای ایجاد آثار ارزشمند و خدمت‌هایش در رشد معنویات ملت تاجیک به دریافت جایزه سازمان جوانان تاجیکستان سال 1978، جایزه دولتی به نام ابا عبدالله رودکی سال 1996 و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان سال 2003 شرفیاب شده است. سال 1972 به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان قبول شده بود. ایجادات دامنه‌دار و پرارزش این شاعر روانشاد و شخصیت تابناکش که در نوشته‌هایش تجسم یافته است، نام او را زنده خواهند داشت.